سلامتون خیلی مقدمت. نظام مدیرتون قربان. خوبه، به خاطر داشته باشید که می‌بینیم سیاستمدار خیلی مهمیه. بین این همه آدم، زن، مرد، پیر مرد، بچه، هر کسی میتونه بهش صدمه بزنه. بس حواستو جمع کن. دریافت شد. ها؟ یه مورد خیلی مشکوک میبینم. آماده یه شلیک هستم. بهش شلیک کن. ها؟ صدفان منتظر چی هستی؟ هر وقت تونستی بزنش. خب که چی؟ از پشت چرتو بزن. ما وقت نداریم. اما قربان اون پوکیمونه. چی گفته ای؟ پوکی چی؟ من اهمیتی نمیدم اون شخصیت دوران بچگیت بودم. این الان بزن کنش. خیلی خوب خیلی خوب. مشکل رفت شد. الان بهش شلیک میکنم. وای خدا من قربان. بازم یکی دیگه؟ اون باب اسفنجی شلوار مکعبیه قربان. من نمیتونم. منو مجبور نکنین بزنمه. صدفان بهت هشدار میدم اگه ظرف یه ثانیه دیگه اون باب اسفنجی رو نزنی. اوه نه، شما هرگز سوال یه دهه 90 رو درک نمیکنین. اوه نه، پاور رنجرها دیگه نه. همین الان شلیک کن، این یه دستوره. شلیک نمیکنه. الان وقت خاطر بازی بچه گونه نیست. سرنوشت این کشور و مردمش به شلیک تو بستگی داره. یه فکری دارم. میتونی از کنارشون بزنی؟ اگه زخمی بشن چی؟ نه نمیتونم. ای لعنته. اون نوشابه لیموییه. من عاشق اون نوشابه بودم. صبر کن ببینم. اون باید رئیس شرکت نوشابه لیمویی باشه. اوه صدفان خون سردی تو حفظ کن. صندلی. مسئله شخصی شد. لعنتی، اگه من بودم الان مرده بودی.